به نام خدا اومدیم با اولین ویدیو از این چنل. امیدوارم دوست داشته باشید و قبل از همه لایک یا سابسکرایب بکن به ما انرژی بده. دم شما گرم. توی این ویدیو قصد داریم به خطرناکترین نیروی زمینی جهان و در حال حاضر جهان بریم با هم دیگه ببینیم. اولین کشور آمریکا پرسنلش 1,390,000 نفره. تانک 5500 دستگاه تانک داره فقط. خودروهای زرهیش چقدر؟ 30,003,555 تایی، واقعا زیاده. راکت اندازش 1716 دستگاه راکت انداز داره فقط. سلاح هسته‌ایش 5550، واقعا زیاده. هلیکوپتر تهاجمیش 983 فرونده. و میرسیم به کشور دوم، یعنی چین پرسنلش 2,000,000 نفره. چقدر جمعیت زیاد داره. تانکاش 4950، راکت اندازش 3145 دستگاه راکت انداز داره. سلاح هسته‌ای 350 عدد. هلیکوپتر تهاجمی 281 فرون. توانایی فناوری نظامیش واقعا بالاه. تولید ناخالص داخلیش 30 تریلیون دلار، واقعا خیلی زیاده. چین. رسیم به سومین کشور، یعنی کره جنوبی. پرسنلش 550,000 نفره. تانکش 2331 دستگاه، واقعا خفن. راکت اندازش 581 دستگاه. سلاح هسته‌ای نداره متاسفانه. هلیکوپتر تهاجمیش 12 فرونده. توانایی فناوری رزمیش بالا دیگه، یه جور میشه بالا گفت. خیلی یکی از بزرگترین نیروهای زمینی جهان رو با نیروی انسانی بیش از 500,000 نفر داشته. این کشور واقعا کشور خفنیه با 500,000. و میرسیم به کشور چهارم، یعنی ژاپن. بله، ژاپن یکی از پیشرفته ترین کشورهای جهانه. اینو که همه میدونیم. از نظر فناوری و ارتشی قدرتی داره. یکی از عوامل کلیدی قدرت ارتش ژاپن نیروی انسانی واقعا زیادشه. واقعا نیروی انسانی زیادی داره. میرسیم به کشور پنجم، یعنی روسیه. بله، روسیه با وجودی که ضربه‌ای که به اوکراین وارد کرد به اعتبار ارتش آن لطمه زد، هنوز هم میتواند یکی از قوی‌ترین ارتش‌های جهان باقی بماند. این کشور پرسنل‌هاش 830,000 نفر است. تانک‌هاش 12,566، خودروهای رزمی و زرهیش 15,000، راکت اندازش 3887، واقعا خوبه، بد نیست راکت اندازش. و هلیکوپتر تهاجمیش 537 فرونده. میرسیم به ششمین کشور، یعنی بریتانیا قوی‌ترین ارتش اروپا را با قدرت در تمام معیارهای کلیدی مورد نیاز در یک نیروی زمینی قوی دارد. این کشور همچنین زادخانه بزرگی از سلاح‌های هسته‌ای دارد و زمینه قابلیت‌های فناوری و نظامی در سطح بالایی قرار دارد. این کشور پرسنل‌هاش 830,000 نفره. تانک‌هاش 12,566، خودروهای زرهیش 15,000، راکت اندازش 3,887. سلاح هسته‌ای متاسفانه خیلی زیاد داره، یا خوشبختانه 6,255 تا سلاح هسته‌ای داره. هلیکوپتر تهاجمیش هم 537 تا هست. میرسیم به کشور هفتم، یعنی کشور فرانسه. بله، فرانسه با حداقل 200,000 سرباز بزرگترین نیروی زمینی را از نظر نیروی انسانی در اروپا دارد. یعنی از نظر نیروی انسانی، اشتباه نگید. پرسنل‌هاش 200,000 نفره. تانک‌هاش 222 تا، خودروهای رزمی و زرهیش 72,000 تا هست. راکت انداز 13 تا داره، زیاد نیست متاسفانه. سلاح هسته‌ای 290 تا داره. هلیکوپتر تهاجمی 69 تا هست. توانایی فناوری و نظامیش هم متوسط دیگه. خب دوستان، میرسیم به کشور هشتم، یعنی آلمان برآورده می شود آلمان در سال 2023 حدود 51,000,000 یورو صرف هزینه‌های دفاعی کرده باشد. این کشور همچنین در میان کشورهایی با بالاترین توان فناوری و نظامی قرار دارد. آلمان پرسنل‌هاش 184,000 نفره.
تانک‌هاش 266 تا، خودروهای زرهی 68,000 تا، راکت‌اندازش 38 دستگاه، سلاح هسته‌ای متاسفانه ندارد، هلیکوپتر تهاجمیش هم 55 تا. و میرسیم به کشور هندوستان. کشور نهم. هند پس از چین دومین نیروی زمینی بزرگ جهان را در زمینه نیروی انسانی قرار دارد. این کشور همچنین دارای زراعتخانه عظیمی از سلاح‌های هسته‌ای و ناوگان بزرگی از تانک‌ها و خودروهای جنگی و زرهی است. چقدر خفن. پرسنل‌هاش 1,450,000 نفر، تانک‌هاش 4,000 خورده‌ای، خودروهای زرهیش 100,000 تا، راکت اندازش 1,500، سلاح هسته‌ایش 156 تا، هلیکوپتر تهاجمیش 36 فرونده. و دهمین کشور اسرائیل. بله، اسرائیل درست شنید. اگرچه قدرت نظامی اصلی اسرائیل از قدرت هوایی آن به دست می‌آید، اما هنوز هم به دلیل نیروی انسانی قابل توجه، ناوگان‌هایی که داره، تانک‌هایی که داره، خودروهای جنگی و زرهی که داره، جزء تاپ‌ها قرار گرفته متاسفانه. پرسنل‌های اسرائیل 173,000، تانک‌هاش 2,200، خودروهای زرهیش 56,000 تا، راکت‌انداز 300 دستگاه، سلاح هسته‌ایش 90 عدد، هلیکوپتر تهاجمیش 46 فرونده، توانایی فناوری نظامیش هم متوسط، نه زیاد خوب نه زیاد بالا. ممنون تا آخر ویدیو همراه ما بودید. تا ویدیو بعد.